درود به همه دوستان. به کانال خودتون خیلی خوش اومدین. چای یکی از محبوب ترین نوشیدنی های جهانه. مصرف بیش از 4 فنجان در روز میتونه عوارض جانبی و منفی داشته باشه. اگر شما جزء افرادی هستید که بیش از حد چای مصرف میکنید، حتما تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید. اولین عوارض کاهش جذب آهنه. کمبود آهن یکی از شایع‌ترین کمبود مواد مغذی در جهانه و اگر سطح آهن پایینی دارید، مصرف بیش از حد چای ممکنه وضعیت شما رو تشدید کنه. افزایش استرس و اضطراب از دومین عوارض چاییه. برگ‌های چایی به طور طبیعی حاوی کافئین هستند. مصرف بیش از حد کافئین از چای یا هر منبع دیگری ممکنه به احساس اضطراب و استرس و بیقراری کمک کنه. یک فنجان چای به طور متوسط حدود 11 تا 61 میلی گرم کافئین دارد. چای سیاه نسبت به انواع سبز و سفید دارای کافئین بیشتری هستند و هرچه چای را بیشتر دم کنید، محتوای کافئین آن بیشتر می شود. بنابراین از مضرات چای مونده میتونیم به کافئین زیاد اون اشاره کنیم. پس به هیچ عنوان چای مونده مصرف نکنید. دومین عوارض آن حالت تهوع. برخی از ترکیبات موجود تو چای ممکنه باعث حالت تهوع بشه. به خصوص زمانی که به مقدار زیاد یا با معده خالی مصرف کنید و این موضوع از مضرات چای برای معده است. مقدار چای مورد نیاز برای داشتن این اثر میتونه به طور چشمگیری بسته به فرد متفاوت باشه. میتونید کمی شیر اضافه کنید یا مقداری غذا همراه با چایتون میل کنید. و اما عوارض مصرف چای در بارداری. قرار گرفتن در معرض سطوح بالای کافئین از نوشیدنی‌هایی مثل چای در دوران بارداری ممکنه خطر عوارضی مانند سقط جنین و وزن کم نوزاد هنگام تولدش را افزایش بده. اکثر تحقیقات نشون میده که اگر مصرف روزانه کافئین خود رو کمتر از 200 تا 300 میلی گرم نگه دارید، خطر عوارض نسبتاً کمتری باقی میمونه. برخی از افراد ترجیح میدن به جای چای معمولی دمنوش‌های گیاهی بدون کافئین بنوشن تا در دوران بارداری در معرض کافئین قرار نگیرن. البته استفاده از بعضی از چای‌های گیاهی در دوران بارداری بی خطر نیست. به عنوان مثال بعضی از دمنوش‌ها باعث میشن که فرد باردار زایمان زودرس داشته باشه. پس باید از مصرف اون اجتناب بکنید. مضرات چای سیاه برای کلیه یکی دیگر از عوارض مصرف بیش از حد چاییه. مصرف بیش از حد اون میتونه منجر به سنگ کلیه بشه. و اما فواید مصرف چای. با وجود مضرات مصرف بیش از اندازه چای، نمیتونیم فواید مصرف چای رو نادیده گرفت. در ادامه به طور خلاصه به این موارد اشاره میکنیم. در اولین مورد، چای دارای آنتی اکسیدانه. چای باعث افزایش سلامت قلب میشه و همچنین باعث کاهش کلسترول بد در بدن میشه. سلامتی روده ها رو افزایش میده، سبب کاهش فشار خون میشه و در آخر سبب کاهش احتمال حمله قلبی میشه. بنابراین باید بدونیم چه میزان از اون رو مصرف کنیم تا دچار عوارض مصرف بیش از اندازه چای نشویم. این میزان اصولی برای همه مواد غذایی وجود داره و تنها در صورتی که از یک رژیم غذایی اصولی پیروی کنیم میتونیم این میزان رو رعایت کنیم. ممنون که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. خوشحال میشم کانالمون رو سابسکرایب کنید و در انتها دکمه زنگوله رو بزنید. نظر یادتون نره. تا ویدیوی دیگر، بدرود.